سلام و درود خدمت شما عزیزان. امیدوارم همگی جور و سعادتمند باشین، تیار و خوشحال باشین. من اکنون به شهر بازل کشور سوئیس هستم و از اینجا که گذر داشتم و گذر میکردم دیدم که وطنداره ما اینجا غذا درست کردن، غذا درست میکنن. یک فستیوال بوده به نظر من. دیگه مایل شدم که با وطندارا گفتگوی داشته باشم، صحبت داشته باشم. یکی از عزیزا اینجا کنار من هست، میخوام در مورد زندگی و اقامت در کشور سوئیس پرسان کنم. عزیز دل خود معرفی کنید در ابتدا. سلام علیکم به تمام بینندگان چنل شما. اسم احمد بلال عثمانی است از شهر مزار شریف، افغانستان. بسیار عالی. مدت چه وقت میشه که شما به سوئیس اومدین؟ مدت تقریبا 5 ماه میشه که من اینجا زندگی میکنم و ما از کشور یونان آمدیم اینجا. فعلا در کمپ هستیم. دیگه بعد از اون انشالله اقامه میشه. بعدا انتقال میگیریم. بسیار عالی. اگر خواسته باشیم مقایسه کنیم کشور یونان با سوئیس، چی تفاوت‌هایی داره؟ چی به نظر شما چی خصوصیات خوب اینجا داره و چی خصوصیات خوب اونجا؟ یعنی چی میشه مقایسه کرد؟ سیستم صحتی، سیستم امنیتی، سیستم دیدگاه برای مهاجرین نسبت به یونان با سوئیس خیلی پیشرفته است. به مهاجر خیلی اهمیت میدن به حساب صحتشان، جای بود و باششان، غذایشان، توجه به همه چیز دارن و حمایه در کل حمایه میکنن. یعنی هیچ وقت نمیگذاره که یک مهاجر ناامید شوه یا در وضعیت بسیار بد قرار بگیره. اما متاسفانه در یونان شرایط بسیار بد است، به خصوص برای مهاجر. دسترسی در خدمات پزشکی، خدمات صحی، حتی کار یا حتی کمک دولت هم بسیار ضعیف است. یعنی در کل اصلا نیست. یعنی اونجا خیلی ها اصلا رویه و رفتار با مهاجرین خیلی بد است. آیا توبال اقامت هم دریافت کردید یا ای که نه هنوز اینترویو ندادن یا ای که دادین هنوز جواب نموده؟ خب ما فعلا اینترویو تمام شده دیگه، منتظر جواب هستم. فعلا در کمپ فدرال هستیم تا وقتی که مدتش پورا میشه، بعدش به کانتون منتقل میشیم و دیگه خدمات پیشرفته تر اونجا با دست میاریم. بسیار عالی. سوال دیگه که چرا شما بین این همه کشورها سوئیس رو انتخاب کردین؟ دلیل چی میتونه باشه؟ چی بوده؟ خب دلیلش که علاقه است. چون من از طفولیت همیشه آرزو داشتم که به سوئیس یک بار سفر کنم و گفته بودم من یک بار سفر میکنم، اگر بعدش بمرم مرگ بی سراغم دیگه آرزویی ندارم. چون سوئیس بهترین امنیت داره، بهترین زندگی است، بهترین کسب و کار است. انسان اگر بخواد در قله‌های بلند بره، یعنی یک انسان در کل از صفر میتونه اینجا خود به 100 برسانه با تلاش، با زحمت. چون از نگاه بانکداری امترین بانک‌های جهان داره، به نگاه کاروبار کمپانی‌های پیشرفته تر، مساعد کار به مهاجرین بیشتر. همچنان پزشک هم حساب پزشکی فوق‌العاده عالی است، فوق‌العاده. یعنی هر مشکلی که داشتی به راحتی میتونی اینجا حل کنی. بسیار عالی، در شک نیست. و هر عزیزی که میاد بالاخره دنبال یک حرفه، یک شغل، حالا درس هر چی میخواد باشه، هر عزیزی که میاد طبعا پلان داره. آیا شما همچنین پلان دارین در آینده چی میخواین بشین؟ پلان شما چی است؟ بله بدون شک، بدون شک. من خودم علاقه بسیار زیاد به معماری دارم. ان شاء الله وقتی که استادم گرفتم ادامه تحصیل در رشته انجینری معماری ساختمانی شروع میکنم. بخیر. ان شاء الله. آرزوی موفقیت میکنم به شما. جان سپاس.